آه. من پیام میتم، خدا کنه این پیام مرا کسی ثبت کنه. نامشام همون نام میگیرم که همین مردم بگیره دیگه. من نام از دلم اضافه نمیگیرم. مارشال حسیب قوای مرکز، حریف جنرال مبین. جنرال مبین یک شو لایف آمد، 11,000 نفر آمد ازش استقبال کرد، پایکوبی کردن، جشن گرفتن، 5 میلیون 4 میلیون صفحهش لایک کردن، استقبالش کردن، گیفت بارانش کردن، حمایتش کردن. آل تو حسیب قوای مرکز حریف جنرال مبین هستی. تو هم یک شو لایف بیاک ما مردم ببینیم که تو هم همی تو قومت استقبال میکنه یا نمیکنه. اگر صدای مرا میشنوی، از هر جایی که هستی، در هر منطقه که هستی، لایف بیا، توان اینترنت داری، ما ببینیم که همی حامی های خودت هم هست همی رقم یا نه، یک تنها دگه پستن در تیک تاک. ما ببینیم دیگه. عمران خان یک شو لایف آمد دمی تیک تاک، درود و 100 درود به وحدت و منسجم بودن و صمیمیت قوم پشتون. 1000 لعنت به بی‌اتفاقی، لودگی، حماقت قوم خودم. لایف هایشان میریم، کتا کتا مردم ها شیشتن، فکرایشان دهد یک منطقه کوچک. کتا کتا کاش که خوردان باشن، 22 ساله باشی، 23 ساله باشی، کتا کتا خرس شیشتی نصیب به ترس نایتون نصیب بالا شیشتن، گپایشان دهد محل کوهای ولایتشان بند مانده. لوده مردم پشتون که رهبر داره که در خانهش یک تا رهبر است، یک تا قاضی امان الله، والا یکیش بیا یک بگه رهبر پرست باشن، سر ما به زور حکومت میکنن. چرا؟ وحدت دارن. چرا تو نداری؟ سوال ما مربوط به تو میشه. تو چرا نداری؟ به خاطری که تو اونمو فکر سیاسی که پشتون داره، تو هنوز دمو حد نرسی. سلامت همین لطیف پدرام لایف آمد نی؟ پدرام یک شخصیت بیست که بیت با مبین قابل مقایسه نیست. یک شخصیت سیاسی است که اکثرا تاجیکا دوستش دارن. آقا صاحب صدای منو میشنوی؟ استاد است دیگه، در سطح یکی علمیت کسی است که بسیار مدرس. امی خود آقای امی خراسان هم دوست. در علمیتش سلام بیادر. امی بینندیش از 250 نفر بالا نرفت دیگه دوست عزیز. کدگو بیادر. وی خراست میگم آلمان که وحدت مردم نداره، میره خراست میگی. 250 نفر بینندیش بود. حالا خب من خود غلط نمیزن، من باور دارم یار امرالله صالحی هم بیازیم 400 نفر بالا نمیپره. وی پشتون دیوانه خود در تیک تاک میره، 12,000 بیننده، 17,000 بیننده داره. بچه میگه ما بگیل شدیم در تیک تاک.